سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از مادرید کست. امروز با ویدیو بررسی بازی رئال مادرید و مایورکا، بازی که 2-1 با گل‌های آردا گولر و وینیسیوس پیروز شدیم و بریم برای ویدیو تحلیل این بازی. مرسی که لایک میکنید، کامنت میذارید و ساب میکنید و با حمایت های شما به 100K ساب در یوتیوب رسیدیم و مرسی از این حضور و حمایت و نگاه زیباتون و مثل همیشه پرقدرت ادامه میدیم به سوی جلوتر و قدم های بالاتر و خواستم تشکر کنم ازتون از این بابت و بریم سراغ ویدیو. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. لینک تلگرام در دیسکریپشن هست، حتما جوین شید تو تلگرام مادرید کست تا از اخبار جان نمونید و صحبت یا خبری راجع به ویدیوهای آینده باشه اونجا گذاشته میشه و که از دست ندید. و لینک دونیت هم از طریق درگاه ریمی در دیسکریپشن هست، اگه دوست داشتید میتونید از اونجا هم دونیت کنید که تو ویدیو بعدی صحبتی داشته باشید خونده خواهد شد. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. با ترکیب شروع کنیم. خب ترکیب تیم تو این بازی روی شماتیک که در تصویر هم میبینید 4-3-3 بود، اما در واقع ما 4-2-3-1 بازی میکردیم به این شکل که درون دروازه تیبو کورتوا، خط دفاع هویسن، میلیتائو، کارراس، آرنولد، والورده و شوامنی در واقع اون دبل پیوت ما بودن که حالا شوامنی همون لیبرو همیشگیشو داشت و جلو به دفاع کمک میکرد و رابط خط دفاع و خط هافبک بود یه جورایی مثل بازی‌های قبلی. و شماره 10 ما گولر بود، سمت راست ماستانتونو، سمت چپ وینی و در نوک پیکان خط حملمون هم امباپه رو داشتیم. اما خب به چه شکل بود این بار این سیستم؟ تغییری داشتیم تو این بازی مقابل مایورکایی که ما میدونیم چقدر تیم لوبلاکیه و جزو میتونم بگم 5 تا تیمیه تو لالیگا که بیشترین لوبلاک رو بازی میکنن و جلوی این تیم که 5 دفاعه هم بازی کرد جلوی ما و همیشه این سیستم رو داشته تا این سالها، ما اومدیم یه سیستم متفاوت استفاده کردیم. 4-2-3-1 بازی کردیم و 4-2-3-1 که توی بیلداپ ما تغییر میکرد، یعنی ما دوباره توی بیلداپ هویسن و میلیتائو رو داشتیم، 2 تا دفاع مرکزی، و تبدیل شدیم این بار در بیلداپمون یه جورایی به 2-4-3-1 به این صورت که اون دوتامون میلیتائو و هویسن بودن و اون خط جلوترش راست و چپش کارراس و آرنولد بودن و وسط شوامنی و والورده که حالا این جابجا میشد و گاهی تبدیل میشد اون وسطه به 3 تا بازیکن. گاهی والورده مثلا یکم میرفت جلوتر و میشد مثلا شوامنی و کارراس و آرنولد و گاهی هم این کارراس و آرنولد مرکزیت تر پیدا میکردن. این تغییراتی بود که تو چرخش پیش می اومد. ما همیشه گفتیم این داستانو، تیم ژابی آلونسو خیلی روی نظم، ریلیشنال و جابجایی مداوم بازیکن‌ها صورت میگیره. جابجایی که روی نظمه، یعنی تو میری راستی که باید بیاد جات، یا مثلا وینگر راستت میره جلو، دفاع راستت میاد جلوش، میاد جای اون و به این صورت نظم داره تیم. و مثل همیشه بالا بازی کردیم، بازی رو با پرس شدیدمون شروع کردیم و موقعیت هایی هم ایجاد کردیم و همون رو کنم دقیقه 56 بود که روی پاس فوق‌العاده زیبای آرنولد، پاس قشنگ، یک سانتر فوق‌العاده، چیزی که شگردشه، امباپه گل زد که اما آفساید گرفته شد. در مورد داوری انتهای ویدیو صحبت خواهم کرد، اصلا نگران نباشید. و به هر حال گل آفساید گرفته شد. موقعیت‌هایی رو ایجاد کردیم
ولی به گل ختم نشد تا اینکه ما باز هم روی یه کورنر، یعنی واقعا به گل خوردن از رو کورنر دارم فوبیا پیدا میکنم. واقعا نمیدونم، دوست ندارم اینقدر، چون فصل پیش ما زیاد از رو کورنر گل خوردیم و باز هم از همونجا ضربه خوردیم و توپ به تور ما چسبید و عقب افتادیم از مایورکا. و تو اون بازه زمانی فکر میکنم دقیقه 15 تا 30 اینا، 15 دقیقه و ما بعد بازی میکردیم، گله تاثیر بدی داشت و نتونستیم به موقع برگردیم. اما بعد از دقیقه 30 به بعد 35 اینا ما خوب برگشتیم روی پاس گل هویسن. آردا گولر با ضربه سر دروازه رو باز کرد و بعدش هم وینیسیوس این کار رو انجام داد. اما خب تا صحبت راجبش هست بگم این داستان. ببینید زمانی که ما میخواستیم به گل برسیم یه چیزی رو خیلی انجام میدادیم و چیزی که تو بازی های قبلی دیدیمش زیاد بوده، مخصوصا تو بازی اول. اینجا خیلی محسوس بود تو این بازی، پاس ها پشت محوطه جریمه حریف، پاس ها پشت زون 14 حریف و پاس های ارضی اون مالکیت پشت محوطه حریف. ببینید این چیزیه که ژاوی توی بوندسلیگا خیلی انجامش داد، تیم ژاوی زیاد انجامش میده. اما یک امای بزرگ وجود داره. اینجا لالیگا جلوی یه تیم لو بلاک جواب نمیده. آقا تو 100 تا پاس بده اون نمیاد جلو، اون سر جاش میشینه عقب تا تو بری جلو، براش هم مهم نیست. و باید سانت کنی، باید توپو به عمق بزنی، چیزی که اصلا هم ماستانتونو ندیدیم. حالا به راجع ماستانتونو صحبت میکنم، اما این بازی اینو ما دیدیم که این کارو ما بیشتر انجام میدادیم که چی؟ که پاس های تو عمق بدیم، از ریباندا استفاده کنیم، به جای در عرض در عمق پاس بدیم. و این نکته بود که دیده میشه. حالا راجبش صحبت دارم که چگونه این کار رو انجام میدیم و انجام دادیم، بهش میرسیم. و چیزی که طی دقیقه 30 تا 45 دیدیم و کلا تو این بازی مشهود بود، از سمت چپ خیلی ما استفاده کردیم. یعنی یه مثلث جذابی رو داشتیم. خب آردا گولر درست شماره 10 ما بود ولی خیلی متمایل به چپ بود، وینی هم سمت چپ بود، کار راست بود و در واقع امباپه هم دقایقی متمایل میشد به چپ. امباپه چیز جذابی که داشت برای من، هم متمایل به چپ بازی میکرد هم متمایل به راست، همون وسط خیلی پرتلاش بود و اینش رو خیلی دوست داشتم. تو بازی قبلی هم مشهود بود، اینجا بیشتر شاهد این داستان بودیم که حتی تو اون صحنه گلی که آردا گولر نیمه دوم زد و هند گرفت آور که اصلا هم هند نبود، امباپه دیدیم سمت راست بود. یعنی امباپه اصلا ایجاد کرد اون موقعیت رو با یک و دوی که با آردا گولر داشت میکرد. و داشتم میگفتم سمت راستمون یک ترافیک یا همون به قول خودمون یه اوورلودی داشتیم این بازی، آردا گولر، کارراس، وینی، امباپه. ولی یه مثلث جذابی بود بین کارراس و وینی و آردا گولر. این مثلث خیلی به دل من نشست، یعنی واقعا خوب به نظرم بودن با هم، هماهنگ بودن با هم و به قولی لینکشون گرین بود. به قول فیفا بازای لینک خوبی داشتن با هم دیگه و اینو دوست داشتم. خیلی توی ضد حمله ها کمک کننده است این داستان و به ما هم تو این بازی نشون دادن که با هم خیلی هماهنگن. سمت راستمون هم این اتفاق بیفته دیگه کار جمعه. یعنی مشکل اینه که این اتفاق سمت راست الان نیفتاده، یعنی اون لینک سمت راست ما نیست و این لینکی که این سه تا داشتن خیلی خوب بود و واقعا دلنشین بود برای من. و اما حالا صحبت کارراس شد، برسیم به این داستان کارراس و آرنولد. کارراس و آرنولد خیلی متفاوتن کلا بچه، یعنی این دوتا رو اصلا مقایسه نباید بکنیم. یعنی من خیلی جاها دیدم میگم مثلا کارراس از آرنولد خرید بهتری، اصلا یه چیزه اون یه چیزه، اصلا با هم دیگه قابل مقایسه نیستن، تموم شده رفت. و کار راست بیشترش اوورلپ میکرد، سمت چپ به تو میزد و بالا بازی میکرد. تو دفاع هم حتی خیلی خوب بود و در این صحنه دیدیم دروازه رو نجات داد. روی اشتباهی که میلیتائو کرد داشتیم گل میخوردیم که کار راست اجازهشو نداد. اما آرنولد چیکار داشت میکرد؟ خیلی برام جالب بود. تو ویدیوهای قبلی گفتم آقا آرنولد
اون مرکزیت رو خوب داره انجام میده و ماستانتونو داره هی میزنه به تو، یعنی خیلی داره اینورتد بازی میکنه. این بازی هم دیدیم اصلا نمایش خوبی نداشت، یعنی به نظر من ماستانتونو بازیکنی نیست که الان در شرایط حاضر چند تا تمرین کرده برای آلمان، چند بازی طبیعیه، چند سالشه اصلا، همه اینا طبیعی. از کجا اومده به کجا؟ آرژانتین کجا؟ لالیگا کجا؟ دو قطب مختلف به فوتبال، طبیعی این داستان. ولی خیلی اینورتد بازی میکنه و یه مقدار مثل این که اصلا این بازی ترسو بود. چرا؟ خب تو اون جو داری بازی میکنی، سانتیاگو بین این هم هوادار مادرید، طبیعیه. و پاساش بیشتر رو به عقب بود و این داستان ها. و آرنولد بیشتر تو این بازی داشت فالس فولبک بازی میکرد و فالس فولبک خوبی هم بود، یعنی دیدیم چند تا پاس تو عمق خوب، یکیش منجر به گل شد که آفساید گرفته شد و چند تا دیگه هم انجام داد که تو این بازی ها خیلی به درد ما میخوره. این کارهای آرنولد چرا به درد ما میخوره آقا؟ خیلی ساده است، به این دلیل که آقا مقابل تیم که لوبلاکه 11 نفر چپیدن تو محوطه جریمه خودشون، یه سانت، یه هد، یه لمس توپ، یه اشتباه، یه فرصت از اون شلوغیه، یه ریباند، کار تموم گل. و این خیلی نکته مهمی که آقا همین دقایق پیش تو همین ویدیو گفتم، مقابل تیم‌های لوبلاک پاس‌های زیاد پشت محوطه جوابگو نیست، اتفاقی نمیفته، گره‌ای نمی‌کشه، مگر اینکه یه تونی کروسی اونجا باشه یه ریزبینی بکنه، یه پاسی، یه شوت دقیقی، وگرنه باید سانت بکشی. و آره این از این داستان. و با توجه به اینکه ماستانتونو داشت اینورت بازی میکرد، آرنولد هم بیشتر متمایز شده بود به عنوان یک فالس فول بک. عقیده من اینه مربی بهش نگفته بود که تو این بازی باید فالس فول بک باشید، نه، چون دقایقی سمت راست بود، دقایقی میانه زمین بود و خیلی خوب این کارو داشت انجام میداد. این جابجایی خیلی خوب، حتی یه شوت خیلی خوب هم زد که خطرناک به بیرون رفت. و آرنولد امروز خیلی خوب بازی کرد، این نمایش خوب رو دیدم از آرنولد و اون تغییره رو حس کردم، یعنی احساس میکنم نیمکت نشینیه جواب داده بوده، یعنی بهش فهمونده بوده یه چیزایی، یکم داره به خودش میاد و بازی خوبی بود از آرنولد. واقعا تفاوت رو میشد حس کرد در بازی ترنت و پاسهای خیلی خوبی که میداد، نوع بازی که میکرد، توی دفاع چند جا خوب حاضر شد و پیشرفت خود ترنت از بازی اول تا اینجا مشهوده. یعنی اینکه خیلی اینجوری بودن که ما یه بازیکنی خریدیم که اصلا دفاع بلد نیست بکنه، میشه فهمید که داره روی این قضیه کار میکنه و جدا از اون پاسهاش خیلی به ما کمک میکنه. یعنی یه جاهای بازی پاسهایی میداد که خیلی هافبک‌های تاپ دنیا مثلا توی یه فصل پیش ما ندیدیم ازشون و خیلی توی این قضیه میتونه به ما کمک کنه توی یک سری بازی ها، مخصوصا جلو تیم های لوبلاک و مخصوصا در چمپیونز لیگ. و نمایش خوبی رو به اجرا گذاشت، دوندگی خوبی هم داشت، هیت مپ خیلی خوبی داشت. اما خب یه نکته وجود داره در مورد آرنولد، ماستانتونو و فدریکو والورده. در مورد این ستا، والورده، ماستانتونو، آرنولد کسایی هن که به نظر من باید شلوغی سمت راست رو ایجاد کنن، همون جوری که آردا گولر، وینیسیوس، امباپه کار راست سمت چپ یه اوورلودی داشتن. ما توقع نداریم اون اوورلود رو سمت راست ببینیم، اما خب سمت راست نباید خالی باشه. مثل اینه شما یه ترازو داری 3 تا سنگ نیمه درشت رو میندازی یه سمت ترازو، یه پنبه میذاری یه سمت ترازو، نمیاد بالا که اون ور، اینجوری میشه ترازو. باید حداقل 2 تا سنگ نیمه درشت بندازی، یکم بالانسه بیاد بالاتر، یکم نزدیک شه به اون بالانسه و این باید شکل بگیره این داستان و ما اینو ندیدیم. فد والورده‌ای که این بازی واقعا اون نقشی که باید رو ایفا نکرد. من تو ویدیو قبلی گفتم 3 تا ویدیو قبلی ما داشتیم 4-3-3 بازی میکردیم، شوامنی بود، والورده بود، آردا گولر هافبکام بود. گفتم آقا
وقتی تو داری با 3 تا هافبک بازی میکنی نباید همه هافبک فیزیکی باشن. شوامنی و والورده تا یه جایی همزمان تو ترکیب جواب میدن، یه جایی یکیشون باید 6 باشه، مثلا چه میدونم والورده یا شوامنی رو بذاریم همون شماره 6، یکیشون رو باید با یک هافبک بازی ساز و خلاقتر که نداریم ماشاءالله فقط سبایوسه تعویض کنیم. تو تا هافبک فیزیکی میخوای چیکار؟ یارو چپیده تو دفاع، حالا اصلا برو هالکو بنداز اون وسط. میخوای چیکار؟ به هافبک خلاق نیاز داری، به هافبک بازی ساز نیاز داری. و که ما دیدیم نیمه دوم مالکیت ما کم شده بود، اومدن سبایوس این داستان تغییر کرد. حالا میرسیم به اونجاشم. و والورده ای که کارشو اصلا به نظر من این بازی ببینید والورده گفتم ویدیو قبلی من خیلی دوستش دارم، ولی نمیدونم مربی نقششو این داستانو متوجه نشده و نمیگه، خود فده این داستانو متوجه نشده. هر طوری که هست فده باید بیاد سمت راست، نمیاد، اون مرکزیت زمین رو گرفتم چون. و ببین وقتی تو یه بازیکن داری میذاری تو زمین وینگر راستت ماستانتون، میبینی آقا این همش داره اینورت میکنه، پاسای رو به عقب، خودش مایل تره هی به وسط زمین. خب این تو که داری میبینی این داره میره اونجا، توی فده والورده خب دیگه نرو اونجا، تو بیا سمت راست کنار آرنولد وایسا که این بچه بتونه با تو 1-2 کنه، یهو پشتش خالی نشه. خب اوکی جلو مایورکا داری بازی میکنه، خب جلو یه تیم بزرگتر این اتفاق میفته. چند بازیه این هی داره تکرار میشه. الان ما 3 تا بازی انجام دادیم در لالیگا که 3 تاشو بردیم، تو هر 3 تا بازی این اتفاق افتاده. و چیزی که یک بار اتفاق میفته قابل چشم پوشی است، چیزی که تکرار شونده است خطرناک و نگران کننده میشه برای ما. و یهو میبینی از همونجا ما ضربه میخوریم، یهو پشت آرنولد خالی میشه، یهو آرنولد یه سوتی میده پشتش خالی میشه، ضد حمله همون گل میشه، همون گل رو ما میبازیم بازیو. پس ما باید حواسمون به این داستان باشه. ماستانتونو اینورت میکنی، والورده بیا جای ماستانتونویی که باید وینگر لب خط باشه به آرنولد کمک کن. ماستانتونو اینورت میکنی براهیم و بیار تو وینگر لب خط، والورده وسط بره جلو. یکی از این دو حالت باید انجام بدیم، نه اینکه هم والورده هم ماستانتونو جفتشون از مرکزیت و به صورت اینورت بزنن به تو. حالا فد مرکز زمین پشت محوطه فرقی نمیکنه، قرار بگیرن، بعد آرنولد بدبخت اون سمت راست تنها بشه، ضربه میخوره کجای دنیا در کدام تیم، سمت راست یا چپ فرقی نمیکنه، فول بک بدبخت که داره اورلپ میکنه یا داره میره جلو یا صاحب توپ تنهاه، یه دقیقه یه لحظه است توپو میزنه ضد حمله گل. بالا مایورکا لوبلاکه، همه تیما که این شکلی نیستن. تو چمپیونز لیگ خوراک این ضد حمله خوردن هاست آرنولد. حالا صاحب توپم باشه که دیگه هیچی، اصلا یه کانتر اتک نابی میخوریم، عشق است. نه دیگه 3 بازی این اتفاق داره تکرار میشه، باید حواسمون به این داستان باشه و امیدوارم این قضیه بهبود پیدا کنه. در مورد خود ماستانتونو، جوون 17 سالشه، بازی زیادی با تیم تمرین نکرده، با اون لیگ اخت نشده، صبر کنیم. دیدیم همش پاس به عقب میداد، 1-2 بار اومد پاس به جلو داد، داشتیم به گل میرسیدیم. حرکت خوبش رو دیدیم تو بازی، تو بازی رو صحنه ای که آردا گولر اومد گلو بزنه آفساید شد، هند شد، دیدیم حرکت خوبش رو. پس استعدادش رو داریم میبینیم، باید صبر کنیم نمایان بشه، باید صبر کنیم اون استعدادش شکوفا بشه. از نظر شخصی خودم ماستانتونو بازیکنی نیست که بگیم واو نمیدونم الان این خیلی خفنه، نه من همچین چیزی نمیبینم از ماستانتونو، ولی باز هم به هر حال ما باید صبر کنیم. بازیکن بولشتی نیست، بازیکن واوی هم نیست. اوکی. و نظر شخصی اینه که کلا شاید بازیکنی باشه که به ما خیلی کمک کنه،
اما بازیکنی که بگیم کارو در میاره، من همچین چیزی نمیدونم ماستانتونو رو، ولی خب خیلی کمک به این تیم ما خواهد کرد. اما در نیمه دوم آردا گولر گل رو زد، خوب بازی کردیم، اما خب آفساید، میگم آفساید، هند شد، هندی که هند نبود، واقعا نمیدونم چی بگم. توی بخش داوری راجبش صحبت میکنم آخر ویدیو. و در مورد وینی صحبت کنیم که گل زد، گل قشنگی هم زد، واقعا یک فینیشینگ خوب. وینی تو این کلیت این بازی بچه‌ها واقعا عملکرد جالبی رو به ما ارائه نداد. یعنی تو کلیت بازی عملکرد فردیشو ببینیم، مثلا تو چند تا دریبل اومدی بزنی، چند تاش موفق بوده، چند تا شوت تو چارچوب داشتی، هیت مپت به چه شکل بوده، هیت مپ خوبی داشته واقعا، در سمت چپ خیلی خوب بوده، اکت دفاعش اوکی بوده، اما هنوز اون آش دهنسوزه نبوده. و این بازی نمونه بارزه این بوده که تو وینی مردرم بذاری تو زمین، تاثیر خودش رو میذاره، یه جا میاد تاثیر خودش رو میذاره. بازیکن‌های بزرگ این شکلی هست و این بازی هم به همین شکل بود، تاثیر خودش رو گذاشت. اما میگم، باز هم میگم، حتی وینی 2 فصل پیشم بیاری الان بذاری جلوی من، این وینیسیوس، حتی اون وینیسیوس 2 فصل پیشه، لیاقت حقوق بیشتر از امباپه را ندارد و به هیچ وجه به این ذلت رئال مادرید تن نباید بدهد. در هیچ صورتی این داستان برای من پذیرفته نیست و همینجا میگم تو این ویدیو بمونه، این اتفاق بیفته نقدهای شدیدی به پرز وارد هست و راجبش خودم به تندی صحبت خواهم کرد. یعنی حداقل اگه مثلا تو با رونالدو این کارا رو نمی‌کردی، یکم قابل پذیرفتن بود. تو با مسی، تو با راموس این کارا رو نمی‌کردی، میتونستم بپذیرم، ولی توی که با اون اسطوره‌ها این کارا رو کردی، سر این آدم بیای این کارو کنی، کسی که به قولی باشگاه و دک خودش گرفته، قابل پذیرش نیست برای من واقعا اتفاق. این در مورد وینی. اما خب تو مصاحبه های قبل بازی بعد بازی های قبلی هم ژاوی گفتش که آقا تمرکز ما روی در واقع اینه که 3 تا بازیمون رو ببریم قبل فیفا دی. همین اتفاق هم افتاد و خیلی اتفاق مهمیه، تونستیم 3 تا بازیمون قبل فیفا دی رو ببریم، با شکست ناپذیری بریم به سوی فیفا دی و وقفه بازی های ملی و خط دفاع خیلی خوبی داریم بچه‌ها واقعا. حالا خیلی ها میان میگن که آقا خوب تقویت شده، درسته، ولی خب اون سازماندهی دفاعی خیلی مشخص و مشهوده و در واقع توی این 3 تا بازی فکر کنم کلا 1 گل خوردیم. نگاه کنم، چون برای مثلا بارسا توی بازی هایی که کرده 10 تا موقعیت ایجاد کرده باشه، 5 تا موقعیت داده، ولی خب برای ما قضیه به این شکلی نبوده و خط دفاع فوق‌العاده‌ای داشتیم. و آره توی 3 تا بازی اخیر کلا تو لالیگا داشتیم 3 تا بازیمون 1 گل خوردیم، همین کورنری که مایورکا خوردیم که ضعف هم داشتیم، و فصل پیش هم مایورکا همینجوری بهمون گل زده و خیلی خوشحالم از این بابت که داداشم کورتوا داره یه نفسی میکشه، میگه آخیش بالاخره راحت شدم. و اتفاقیه که خوشحالم بابتش و یک شروع خوبه، یک آغاز خوب برای فیفا دی. و یه نکته‌ای هم که وجود داشت روی این بازی، از دقیقه فکر می‌کنم 60 تا 75 اینا کم ما داشتیم شل بازی می‌کردیم، مالکیتمون زیاد اومد پایین یهو و دلیلش گفتم دیگه، آقا این فد والورده برای اینجور بازی‌ها میگن مثلا فلان چیز برای فلان کار طراحی نشده، برای این بازی طراحی نشده والورده، و طراحی هم شده باشه، نه که طراحی نشده، برای اون پست کنار شومنی در همچین بازی طراحی نشده این بچه. و سر همین هم بود این داستان، دیدیم که سبایوس اومد جای آردا گولر، فده شد شماره 10،
اونجا خیلی بهتر میتونه تو اینجور بازی ها به خدا بازی کنه، من شک ندارم تو این قضیه، اصلا پاس گل داد ببینی. ولی سبایوس که اومد کنار شوامنی دیدیم چقدر یکم بازی آروم تر شد، تونستیم نبض بازی یه جورایی کنترل کنیم و بازی رو بیشتر تو دستمون بگیریم و این اتفاق بود که کاملا مشهود بود تو این بازی، مثل بازی‌های قبلی که سبایوس میومد کنار شوامنی قرار میگرفت، تو فصل پیش میدیدیم یکم نبض وسط زمین رو دست میگرفتیم و اینجا هم همین اتفاق افتاد و اومدن سبایوس کنار شوامنی باعث شد تا یکم مالکیت برگرده و یه نفس راحتی ما بکشیم و این نکته خیلی مهمیه، دلیلی که میگم هافبک نیاز داریم ما هنوز دقیقا همینجاست. و راجع به سبایوس هم خیلی کوتاه بخوام بگم، سبایوس که قرار بره مارسی نشد کاراش و اتفاق خاصی نیفتاد که راجعش ویدیو بگیریم، نشد که بشه دیگه، نرفت به مارسی، خودش کنسل کرد، بتیس میخواست بره، بتیس هم اون مبلغ رو گفت نمیدم، علاقه داشت ولی گفت اون مبلغ رو نمیدم و به هر حال هر جور شده موند و خود سبایوس هم به موندن علاقه داشت ولی به خاطر جام جهانی میخواست بره. به هر حال به این شکل شد داستان و این از سبایوس. در مورد آردا گولر هم یک صحبتی بکنیم و پرونده بازی رو ببندیم و بریم سراغ داوری. در مورد آردا گولر این بازی یک نمایش خوب از آردا دیدیم و شماره 10 بود تو اون 4-2-3-1 و به پرسینگ هم کمک میکرد و خیلی توی پاسا، توی لمس توپاش، مخصوصا تو اون اوورلود سمت چپه خیلی تاثیرگذار بود و تاثیر خودش هم گذاشت، یعنی هر چی داره میگذره و پله پله ما داریم میریم جلو، بازی ها رو میبینیم که آقا آردا گولر داره تجربه کسب میکنه و داره رشد میکنه و چیزی که وجود داره اینه که آردا گولر بازیکنی بوده که روز اول که ژاوی بهش بازی میده بازیکنی نیست که آقا خوب من الان این میتونه 90 دقیقه بازی کنه، نه، باید بره جلو پله پله 10 تا بازی بگذره. اونجاست که تو میفهمی خب آقا الان از این یه بازیکنی که تو بازی‌های مهم، بازی‌هایی که چالشیه میتونه کارو در بیاره برامو در میاد یا نه. و اونجاست که محک اصلیه توی بازی‌های چمپیونز لیگه که ما محک اصلی رو میخوریم و تا به اینجا یک خلاصه کلی بخوام از آردا بگم فوق‌العاده بوده و اون توقعاتی که ازش بوده رو به نظر من حتی بیشتر از آنچه که بوده برآورده کرده. من اینجا تعریف بیخودی از هیچ بشری نمی کنم و اگه میگم فلانی فلان است قطعا فلانی فلان است که این حرف رو دارم میزنم و نه بازیکن فنم نه جوگیرم و نه هر چیز دیگه و مهمترین چیز برای من صلاح این رئال مادرید است و دارم میبینم یکی از مهره‌های اساسی این تیم است. به هر حال ژابی آلونسو تو بایر لورکوزن هم بوده که این بازیکن رو میخواسته و خیلی به این بازیکن علاقه داره و اومد و ازش داره به بهترین شکل استفاده میکنه و به نظرم داره بهترین بازخورد رو از آردا گولر میگیره و توی بازی سازی ها حتی به عنوان شماره 8 زمانی که جود بلینکام برگرده به نظر من خیلی میتونه آردا تو بازی‌های مهم به ما کمک کنه، تو بازی‌هایی مثل بازی‌های چمپیونز لیگ، بازی‌هایی که حتی مقابل تیم‌های لوبلاک داریم، زمانی که جود بلینکام برگرده و بشه اون شماره 10 ما آردا گولر رو برگردونیم بذاریم اون شماره 8 به ما خیلی توی خلق موقعیت کمک میکنه. اما خب به هر حال ریسکه که آقا من میگم به هافبک نیاز داریم، تو بیای بگی آردا گولر رو میذاریم شماره 8، ممکنه جواب بده ممکنه جواب نده، باید ببینیم چه اتفاقی در آینده میفته. گفتم برای اثبات تیم ژابی آلونسو و خود ژابی باید 10 تا بازی بگذره، برای اثبات ماسانتونو آردا گولر در شماره 8 یا حتی در شماره 10 باید زمان بدیم و باز هم باید 10 تا بازی بگذره که ببینیم آقای بچه چند سالشه، ببینیم چی کار میکنه تو بازی های بزرگ، چی کار میکنه، میتونه تو این تیم فیکس باشه و اون کاری که باید رو انجام بده گم نشه یا نمیتونه و این چیزیه که به زمان نیاز داره. اما تا به اینجا
مسیری که تیم آردا گولر و ماستانتونو دارن طی میکنن کاملا مسیر درستیه. و اما بریم در مورد داوری صحبت کنیم. در مورد داوری نمیخوام، واقعا گفتم از اول، پس دوست ندارم راجع به داوری زیاد صحبت کنم، فقط خیلی کوچیک میپردازم به این داستان و بعد ویدیو رو ببندیم. خیلی کوچیک بخوام صحبت کنم، اصلا با پنالتی اول کار ندارم، ولی میگم پنالتی آفساید اول کاری ندارم، ولی آفساید دوم واقعا آفساید نبود. من نمیدونم سیستم آفسایدتون فقط واسه ما این شکلیه، اون آفسایدای مثلا بارسا رو سیستم کار نمیکنه، نمیگیره، آفسایدای ما رو جلو مثلا بازیکنان رو میندازه جلوتر. چه فازیه؟ داستان نمیفهمم واقعا، متوجه این بخش قضیه به هیچ وجه من نمیشم. یکی به من بگه آقا چرا چجوریه مثلا آفسایدای بارسا تو چمپیونز لیگ جلوی اینتر یا جلوی دورتموند مثلا خط دفاع میره عقب‌تر، میره جلوتر که آفساید برای بارسا رو نگیره، باز میخوام میاد عقب‌تر که آفساید بارسا رو نگیره. حالا بازیای ما که میشه لب امباپه جلو میکشه بازیکن رو جلو. چه تکنولوژیه؟ بارساواره چیه؟ واقعا نمیفهم این داستانو. اما در مورد هند یک چیز واضح بود، خیلی جالبه. دست بازیکن این شکلیه، دست چپ بازیکن این شکلیه، حالا شما من دارید آینه عکس میبینید، و دست راستش این شکلیه. توپ میخوره اینجا، توپه به این نخورده، توپه میخوره به اینجا، اوکی، توپه میخوره به این دسته و دسته بازیکنم رو هوا اینجوری نبوده، دسته اینجا بوده، این دسته این شکلی بوده، ناخودآگاه خب توپ داره میاد تو صورته، دسته این شکلی بوده، توپه به این نخورده ها، دسته این شکلی از توپه به این نخورده، توپه خورده به اینجات، بسته است، دست انت بسته است، توپه خورده به این بیساب شده. داور وار ابله، داور وار، یه پرانتز وا میکنم، داور وار قبل بازی عوض شده، یعنی داور که تعیین شد تغییر کرد. فکر نکنم درست باشه و توپه میخوره و بیا چک کن تو صورت یارو، تو 2 متری توپ خورده تو صورتش، تو فاصله چقدر بگم 10 قدم مثلا خورده تو صورتش. خب دسته میاد بالا، تازه کتف یارو هم بسته بوده، دستشو اینجوری نکرده، تازه دستشو اینجوری هم میکرده بازم خطا نبوده، چون دست یارو باز نبوده، دست یارو کتفش بسته بوده، کتفش چسبیده بدنش. حالا این دستش یکم باز بوده، توپ نخورده به این بیساب شده و خطا گرفته میشه. واسه همین میام صحبت میکنم که آقا آردا گولر عالی بوده، تیم خوب بوده، یه مشکل یه جاهایی بوده. نتیجه‌ای که می‌بینیم نتیجه واقعی نیست. ببین یه موقعی رئال آنچلوتی می‌دیدیم میاد یه بازی یکیش میگفتیم آقا این برتریه درست نیست، تا تیم داره میرینه. اما اینجا داریم می‌بینیم آقا ما باید این بازی 3-4 تا می‌زدیم، سومیو می‌زدیم، چهارمی هم پشتش زده بودیم رو اومدن جلوی مایورکا که 2 بار اون گل رو رد شده، یعنی حتی گل‌هایی که رد شده رد نمی‌شده 4 تا بود، حتی ما می‌تونستیم به خدا پنجمی هم می‌زدیم. ببین مایورکا جلو بارسا چجوری بازی کرده، جلوی بارسا که بازی کرده خطاهای بارسا رو نمیگرفتن. حالا کاری به بازیای اونا من ندارم، ولی همین بازی 60-40 رو برای ما، برای مایورکا سود میزد داور بازی. این چه فضاحتی! تنها در لیگ استوار و زیبای لالیگا تو میتونی این داستان رو ببینی که رئالیا میان میگن داور بارسایی ها میان میگن داور رئالی. تنها یک شخص میتونه این پدیده زیبا رو بسازه، کسی نیست جز son of a bitch تباس عزیزم. جز این چه کسی میتونه این پدیده رو بسازه؟ جز این اصلا اسم کدوم رئیس کدوم لیگو میشناسید؟ فقط این بیناموس دلغکه که میتونه همچین لیگ
تاپی و به همچین لیگ فاجعه و فضاحتی تبدیل کنه. الان برو تو انگلیس، برو تو ایتالیا، میلان و اینتر اسم داوری اصلا میارن، اصلا میگه آقا داوری مال شماست، اونا بگن داوری به نفع شماست. تو خود پریمیر لیگش که یکم داوری داره بد میشه، این بحثا نیست. اینجا انقدر این بحثا هست که تو بازیات هم میبری، بازم یه جایی یه کاری میکنن نمیتونی ببری. اونجا شاید یکی دو تا بازی، اینجا همه بازی ها همین آش و همین کاس است. و یه صحبت هم با بارسایی ها داشته باشم. یک سری بارسایی ها هستن وسط، مثل فصل پیش من دارم مثال قرار میدم، وسط فصل که میشه میان دن داوری میزنن، اول فصل میگن داوری حرفت داوری نزن، داور به این خوبی. به حقوق داور باید احترام گذاشت، باید آرامش داشته باشه داور. وسط فصل شما اومدید داوری رو اذیت کردی، آرامششون رو گرفتید، الان داوری خرابه. این بازی ها رو دارم بهتون نشون میدم، همچین بازی هایی هست که ما ازش زنده بیرون اومدیم، شما سر همین بازی ها میرینید و میگید داوری. به همین سادگی. و یک نکته دیگه هم که در این مورد بگم پرونده رو ببندیم، اینه که با توجه به چیزهایی که دیدیم چجوری روتون میشه بیایید بگید در این بازی دیدیم نه حاجی پرز داور رو خریده، نه حاجی لالیگا همش داوریه، فکر نکنم. خب همین بود دیگه، اینم از داوری. صحبت زیادتری نکنیم راجع به داوری. به هر حال بردیم 3 تا بازیمون قبل فیفا دی. راجع به قرعه های چمپیونز لیگ هم ویدیو داریم، اصلا نگران نباشی، راجعش ویدیو میگیرم. و مرسی که تا این لحظه این ویدیو رو تماشا کردید. صحبتی نمیمونه تا ویدیو بعدی. لینک دونیت هم رو دیسکریپشن هست، اگه خواستید از اونجا دونیت کنید. کامنت بذارید زیر این ویدیو حتما و لایک و کامنت و ساب یادتون نره. بازم ممنون از نگاه زیباتون و ستایش شدنمون مبارکمون باشه. و تا ویدیو بعدی، حالا مادرید.